وسط این اصطلاحات رو همه میدونید که هوش مصنوعی چجوری کمک میکنه. خیلی کوتاه، چقدر وقت دارم؟ برقی سازی. آقا من مرده دور ازشون، شما زنده، دور از جون خودم. خب 10 سال دیگه هر چی که میبینید برقیه. شما اصلا مسیر رو ببینید. تا حالا گوشتکوب برقی داشتیم؟ یادته گوشتکوب هم برقی شده. در ساسات دستی بود. یه رنو 5 من داشتم میکشیدمش، بعدا یادم میرفت دود میکرد، میگفتن آقا ساساتت رو بده تو. بعد المنت گذاشتن، بعد برقی شد، فرمون برقی شد، گاز برقی شد، اصلا کل خودرو برقی شد. کی گفته تو ماشینای کشاورزی اتفاق نمیفته؟ افتاده. ما عقب، البته ما عقب نیستیم، دانشگاه عقب نیست، شرکت ما عقب نیست، داریم رو برقی سازی کار میکنیم. این از زمانی که جوان بودم 10 سال. این تراکتور نیستی، همش برق دیگه، سیمش وصله، اون وسیله الکتروموتور داره خاک ورزی میکنه، این ژنراتور اینجا داره 5 کیلووات برق درست میکنه. خب این دانشجوی دکترای منه که داره کار میکنه. فرق ما با شرکت‌های اینه که یک توانمندهایی در کنار، یه ظرفیتی مثل دانشجو در کنار من هست. این هر کی بره میگه اداره برقه. نه خیر، این برقی سازی ماشین کشاورزیه. این دستگاه داره به شدت میلرزه، با برق میلرزه. قبلا با پیتیو، با شفت خرمنکوب داشت کار میکرد، کار رو هم بهتر انجام میده. اگر بچهای نیشکر اینجان که فکر کنم تقریبا از دم رفتن، حتی یک نفر رو من اینجا نمیبینم نیشکر، ولی خبر دارن از این. من پیش شما قول نمیدم، انگشت میذارم آقای دکتر، این هاروستری که بیرون گذاشتن برید دورش بگردید چقدر شیلنگ و هیدرولیک و روغنه. روغن مگه نه نفته؟ مگه نه نفتم قراره خلاص بشه؟ پس تو بعد از چرا هیدرولیک خلاص بشی؟ میتونیم این هاروستر رو برقیش کنیم. اگه خواستن تمام میکنم، یه قسمتش شروع میکنیم، اون تاپرش رو من برقی میکنم. میدونی چی میگم؟ برقی که شد اون وقت سامان آبدانان میاد، آقا بیا هوش مصنوعی، بیا هر کارش میخوای بکنی بکن. شرمنده وقت شما رو گرفتم.